بسم الله الرحمن الرحیم. از مستمع گیلدا شرکت پدرخوانده با مدیریت صدیقیان در خدمت شما هستیم. دوستان، اثر تاریخی امروز مرمت و بازسازی و رنگ آمیزی شد با رنگ زرد قناری. امروز که موضوعهای سراسر کشور درخواست ها را فرستادند، آقای صدیقیان سریع کوله را بازسازی و رنگ آمیزی کردند. دوستان، آن محتوای داخل این کولر خیلی باستانیه. او طرف نیشابوری بود، پورمرد سماور تلاش از انباری در آورد و به ضایعاتی، به قیمت ضایعاتی فروخت. ولی این کولر افتاده دست طالبشا، طرف دونه قیمتش سنده تحت هیچ شرایطی. حتی موضوع خارجی داشته بود، ماکسیما پرادو، حتی اگه 30 تا پورش قیمت ایرانی ها بود. موزه فرانسه پورش، همه موزیال دنیا درخواست چربی فرستان سی پدرخوانده. ما دایرکت این اینستاگرام پیام دانستیش. وای سی داخلش خیلی جمع بود درست یا